با مناسبت سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی 8 سور 1371 روزی پر افتخار در تاریخ افغانستان. قیامی که پس از 14 سال مبارزه به ایستادگی به هدف زنده نگه داشتن اسلام و دفاع از کشورشان در برابر تجاوز ارتش شوروی سابق و رژیم کمونیستی با پیروزی مجاهدین افغانستان به پایان رسید. جهادی که در آن تمام اقوام افغانستان حضور داشتند. کل مردم افغانستان از اقوام مختلف، هزارها، تاجیک‌ها، پشتون‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، همه اقوام در جهاد شریک بود. پیروزی و شراکت کل مردم افغانستان به دست آمد. مجاهدین افغانستان پس از پیروزی دولت خود را تشکیل دادند. جبهه متحد بعد از مرحله مبارزه مسلح وارد مرحله مبارزه سیاسی میشه. دولتی که به دلیل اختلافات در بین احزاب جهادی عمر چندانی نداشت و افغانستان درگیر جنگ داخلی شد. یک مقدار به اصطلاح خامی انقلاب، خامی مجاهدین که از حکومت و حکومتداری بلد نبودن یک از عاملایش بود و عامل دیگه‌اش هم دستای بیرون، کشورهای منطقه که در رأس امریکا. افغانستان کشوری که در بیش از 4 دهه گذشته تجربه حضور قدرت‌های بیگانه و به قدرت رسیدن رهبران سیاسی بسیاری را در خود دیده است. هیچ وقت به خارجی‌ها اعتماد کردن درست نیست. اگر اعتماد می‌بود به روس‌ها اعتماد می‌کردن و همه چیز بر ملت افغانستان تعمیلی است. حضور امریکایی هم تعمیل بود برای افغانستان، با وجودی که با حکومت جمهوری افغانستان همکار بودند. بیش از 1 میلیون نفر کشته، تعداد بیشماری زخمی و معلول و میلیون‌ها آواره به کشورهای مختلف جهان نتیجه اشغال و جنگی است که بیگانگان بر مردم افغانستان تحمیل کردند. هیچ ملت به تنهایی خود در افغانستان نمیتونه حکومت بکنه. شاید به زور و فشار یک مدت سر مردم تحمیل بکنن. در این زمانم به نظر ما اگر بخوایم جلوی جنگ داخلی، درگیری‌ها، مشکلات بگیریم، باید یک حکومتی همه شمول که مورد قبول همه مردم افغانستان و همه اقوام باشه، علاوه بر او مورد قبول 2 مذهبی رسمی که در افغانستان اهل تشیع و تسنن است باشه. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.